می‌دونستی مسجد ایاصوفیه در واقع مسجد نیست و یک کلیساست؟ میدونم عجیب به نظر میاد، ولی برای توضیحش باید برگردیم 1500 سال قبل، جایی که امپراتور بیزانس برای اینکه بیاد قدرت و شکوه امپراتوری خودش رو به رخ بکشه، شروع کرد به ساخت بناهای عظیم و یک کلیسای جامع مسیحی. برای این کار معمارای بزرگی از سرتاسر امپراتوریش جمع کرد تا بتونه یک کلیسای جامع مسیحی بسازه. تو این راه از همه مصالحی که میتونست استفاده کرد، از سنگ‌های مرمری که از مصر میومد تا رنگ‌هایی که از سوریه اون زمان میومد، حتی سنگ‌های آذرین و سرستون‌های بسیار سنگین. اما بعد از فتح استانبول تو سال 1453 محمد فاتح دستور داد که این معبد تبدیل به یک مسجد بشه. اما خب تبدیل کردن اون به مسجد اونقدر هم کار راحتی نبود، طوری که تا دوره‌های مختلف همچنان نمادهای مسیحی توی مسجد خودشو به وفور نشون میداد. در نهایت تو سال 1935 بعد از به قدرت رسیدن جمهوری ترکیه، کاربری این ساختمون به طور کلی به موزه تغییر پیدا کرد. خیلی طول نکشید که ژوئیه 2020 دوباره تبدیل به یک مسجد شد و ما امروز ایاصوفیه رو به عنوان یک مسجد میشناسیم. اگه تو هم دوست داری این بنای تاریخی رو از نزدیک ببینی، فقط کافیه کلمه کلیسا رو ریپلای کنی تا من لیست کامل تورهای ترکیه رو همراه با تخفیف ویژه و شرایط اقساط توی دایرکت برات بفرستم.